ویولت با ترس گفت یعنی چی آراد؟ نکنه 2 روز دیگه مدرک بدتر بیارن؟ آراد با خنده ویولت رو کشید توی بغلش و گفت مدرک بدتر دیگه چیه؟ الان وقتی اینا رو دیدم هر دو به این نتیجه رسیدیم که میخوان با همون بازی کنن. پس هر چیزی که به دست تو برسه و هر چیزی که به دست من برسه مبنی بر خراب کردن اون یکی، میفهمیم که جزء نقشه همون افراد یا فردیه که هنوز دقیق نمیدونیم کیه. ما به هم شک نمی کنیم، مگه نه؟ ویولت چنگ انداخت به پیرهن آراد و سری گفت معلومه که نمی کنیم. خب پس بهتر من و تو هم وارد بازی بشیم. ویولت خودشو کشید کنار. با تعجب به آراد خیره شد و گفت چجوری؟ باید طوری نشون بدیم که رابطمون داره شکراب میشه. البته نه جلوی همه و نه به صورت محسوس. دیگه با هم نمیریم و بیایم. جلوی دانشجوها با هم گرم نمیگیریم. خیلی سرد با هم حرف میزنیم. باشه؟ بعد چی میشه؟ میخوام ببینم نقشه بعدیشون چیه. اونا میخوان به من و تو رکب بزنن. چرا ما بهشون رکب نزنیم؟ ویولت خندش گرفت و گفت آراد بهت افتخار میکنم. هر کس دیگه جای تو بود به من شک میکرد. عزیزم من باید به تو افتخار کنم. تو خیلی زود جریان رو برای من تعریف کردی. من و تو چیزی نداریم از هم پنهون کنیم. بعدشم من تو رو سپردم به خدا. خدا تو رو از شر هر چیزی محافظت میکنه. من تو رو از خود خدا گرفتم. تو پاداش منی. یه معجزه‌ای برای من. کسی که نمازشو خالصتر از منی که این همه سال مسلمونم میخونه و به خدا و پیغمبر با همه وجودش ایمان داره محال خیانت کنه. ویولتم کسی که هر بار میخواد به هم بگه دوستم داره باز مثل روزای اول صداش میلرزه، اشک تو چشماش حلقه میزنه و منو دیوونه میکنه. مگه خیانت کردن رو بلده؟ آخه مگه من دیوونم که بهت شک کنم؟ ویولت از ته دلش گفت خیلی دوستت دارم و سریع جواب شنید منم خیلی دوستت دارم خانومم. یه قطره اشک از گوشه چشماش چکید. سریع پاکش کرد. سعی کرد بخنده و گفت فعلا شام بخوریم. آرادم با خنده نشست سر میز و گفت دلم میسوزه برای اون بنده های خدایی که فکر میکنن الان تو خونه ما جنگ جهانی 3 برپاست. خبر ندارن نشستم دستپخت خانوممو میخورم و عشق میکنم. ویولت هم خندید. هر دو بعد از بسم الله مشغول خوردن شدن، اما توی فکرای خودشون قوطه میزدن. این قضیه چیزی نبود که بشه با شوخی و خنده از کنارش گذشت. کسی تصمیم داشت زندگی اونا رو با بد جلوه دادن ویولت خراب کنه و این یعنی اوج رذالت. در توی سر ویولت پیچید. قاشق از دستاش افتاد. نگاه آراد بالا اومد و با دیدن ویولت که سرش رو چسبیده بود از جا پرید و هجوم برد سمتش. صحنه اون روز توی دفترش پیش چشماش رقصید. به خودش لعنت فرستاد که چرا یادش رفته بود ویولت رو ببره دکتر. خواست دستای ویولت رو بگیره که ویولت از جاش بلند شد. خونه دور سرش میچرخید. میدونست که به زودی خون از بینیش فواره میزنه بیرون. ترسید. نه برای خودش، برای آرادش ترسید و به سرعت دوید سمت دستشویی. توی راه نزدیک بود بیفته، اما جلوی خودش رو گرفت و پرید توی دستشویی. قبل از اینکه آراد فرصت کنه وارد دستشویی بشه، در دستشویی رو بست و قفلش کرد. خون ریخت. سرش رو خم کرد توی دستشویی. اشک از چشماش میریخت و خون از بینیش. مغزش داشت متلاشی میشد. ویولت، ویولت! دستش رو گرفته بود زیر دماغش و هیچی نمیتونست بگه. آراد با وحشت باز توی در کوبید و گفت لامصب این در رو باز کن. نمیخواست باز کنه. نمیخواست آراد اونو توی این وضعیت ببینه. نمیخواست. ویولت، تو رو به امام علی باز کن در رو. ویولت! داشت التماس میکرد. دل ویولت لرزید. چاره‌ای نبود. باید در رو باز میکرد و الا آراد در رو از جا میکند. بغض به گلوش چنگ انداخت. بدون اینکه سرش رو از دستشویی اونورتر ببره که خون همه جا را نجس کنه، دستش رو دراز کرد و کلید رو توی قفل چرخوند. بلافاصله آراد در رو باز کرد و پرید تو. ویولت سرش رو خم کرده بود و موهاش دور تا دور صورتش رو پوشونده بودن. آراد با دیدن وضعیت ویولت روانی شد. محکم کوبی توی پیشونیش و داد زد ببین وضعیت تو. مگه نگفتم بیا بریم دکتر؟
چت شده آخه تو؟ چرا حرف گوش نمیدی؟ خونش کم شده بود. سردردش هم بهتر شده بود. دست انداخت یقه آراد رو چنگ زد. چند برگ دستمال توالت با دست دیگش جدا کرد و گذاشتشون روی بینیش. سرشو بالا گرفت و گفت عزیزم. آراد پرید وسط حرفش. عزیزم و مرض. بود و آماده شو. سریع. ویولت بغض کرد. جرأت نداشت حقیقت رو به آراد بگه. خودش میدونست قضیه چیه. دکتر رفته بود. آزمایش داده بود. شنیده بود. حقیقت رو شنیده بود. اشک ریخته بود. زار زده بود. اما توکل کرده بود به خدا. راضی بود به رضای خدا. انگار خدا خواسته بود. پس کاری نمیتونست بکنه. اما حالا باید به آراد چی میگفت؟ آرادش طاقت شنیدن حقیقت رو داشت. دست آراد بازوشو چنگ زد و کشون بردش سمت اتاق خوابشون و همینطور که دور خودش میچرخید داد کشید کو؟ این مانتوت کو؟ دلش پر از بغض بود به خاطر آرادش. اگه میرفت آراد طاقت می آورد. آرادی که با دیدن خونریزی ویولت اینقدر وحشت کرده بود با اصل حقیقت چطور برخورد میکرد؟ بهتر بود خودش براش توضیح بده یا باید میبردش پیش پزشک معالجش؟ ترجیح داد خودش همه چیزو بگه. هرچند تلخ، هرچند گزنده، اما حق آراد بود که بدونه. با صدای تحلیل رفتش نالید بشین آراد، میریم. قول میدم همین امروز بریم. اما قبلش حرفای منو هم گوش کن. آراد کلافه باز چرخ زد. مانتو ویولت رو آویزون به جالباسی دید. هجوم برد سمتش و گفت نمیشینم. به حرفاتم گوش نمی کنم. حرف باشه بعد از دکتر. پاشو ببینم. سعی داشت به زور ویولت رو بلند کنه و مانتو رو بهش بپوشونه. ویولت مانتو رو از دست آراد چنگ زد و گفت عزیزم. آراد که داشت دیوونه میشد با بغضی که توی گلوش داشت بیچارش میکرد داد کشید. هیچی نگو. تو رو به ابوالفضل بپوشی مانتو ویولت. ویولت به گریه افتاد. آرادش ندونسته داشت از دست میرفت. رنگ به صورت نداشت. اشک چشماشو لبریز کرده بود و صداش میلرزید. درست مثل قلب ویولت. بی اختیار گفت آراد من دکتر رفتم. دستای آراد شل شد. با بهت به ویولت نگاه کرد. دکتر رفته بود؟ خب این که بد نبود. پس چرا داشت گریه میکرد؟ چرا حالش خراب بود؟ چرا چشماش ترسیده بودن؟ پاهاش سست شدن و نشست لب تخت. حتی نمیتونست بپرسه خب چی شد؟ فقط نگاه به ویولت میکرد و با چشماش التماس میکرد ویولت بگه که همه فکراش اشتباهه. ویولت به حقیق افتاد و گفت آراد شنیدنش اولش برای منم سخت بود. نخواستم با تو برم چون تحمل دونستنش بدون تو برام راحت تر بود. اگه تو بودی سخت میشد. خیلی سخت. وقتی هم آزمایش دادم و جوابش رو از دکتر شنیدم فقط یه آرزو کردم. البته بعدش پشیمون شدم. هرچند که خودخواهیه. وسط گریه هاش خندید و گفت کاش اون روز توی هالیفاکس نذاشته بودم بفهمی من بیدارم. نذاشته بودم بفهمی منم دوستت دارم و این عشق همونجا دفن میشد. کاش وارد زندگیت نشده بودم و الان به خاطر من و وجود ناچیزم نمیخواستی قصه بخوری. اما کاریه که شده. سرنوشتمون این بوده آراد. من خیلی پشیمونم از آرزوم چون خیلی خوشحالم که تو رو داشتم. حتی واسه یه مدت کوتاه. بغض توی گلوی آراد چرخ میزد و راه گلوش رو بسته بود. ویولت میگفت کاش وارد زندگیت نشده بودم و الان به خاطر من و وجود ناچیزم نمیخواستی قصه بخوری. آراد میخواست داد بزنه خفه شو اما راه گلوش بسته بود. ویولت میگفت خیلی خوشحالم که تو رو داشتم حتی واسه یه مدت کوتاه. آراد میخواست سر به دیوار بکوبه و عربده بزنه ببند دهن تو اما هیچ نیرویی توی بدن سستش نمونده بود. ویولت که سکوت و رنگ پریده آراد و دید زار زد. الهی من نباشم و تو رو به این روز نبینم. آراد تو رو خدا با خودت اینجوری نکن. یه چیزی بگو. وقتی آراد با هزار زور و بدبختی دهن باز کرد ویولت صداشو نشناخت. انگار صدای یه نفر دیگر رو قرض کرده بود تا فقط بتونه اینو بپرسه. دکتر چی گفت؟ ویولت سرشو بالا نگرفت. نمیتونست غم آراد رو ببینه. مچاله شدن آراد رو ببینه. خوشحال بود که این درد توی وجود خودشه. خوب یادش بود روزی که داشت آراد رو از دست میداد چی به روزش اومد.
حالا خوشحال بود که قرار نیست باز این دردو بکشه، اما ناراحت بود که همون روزا رو این بار آراد باید پشت سر بذاره. نالید. دکتر گفت درست وسط مغز یه تومور کوچولو جا خوش کرده. خیلی وقته، اما تازه خودشو نشون داده. میدونی که تومور چیه آراد؟ به خدا نمیخوام اینا رو بگم. به خدا از مرگ نمیترسم، اما از تنهایی تو وحشت دارم. از قصه خوردن تو وحشت دارم. از اینکه خودتو ببازی وحشت دارم. دوست دارم حریصانه به تو و به زندگی با تو بچسبم. اما خب خود خدا برام دعوتنامه فرستاده. چه کنم آراد؟ دست من نیست عزیزم. تو رو خدا تو هم قوی باش. بذار این روزای آخر. ویولت پرت شد کنار، چون آراد با خشم از جاش بلند شده بود. با بهت به آراد نگاه کرد. فکش منقبض شده بود و چونش می لرزید. چشماش از همیشه تیره تر و پوستش رنگ پریده بود. دستشو دراز کرد و ویولت بدون اینکه بدون قصدش چیه دستشو توی دست آراد گذاشت. آراد گفت اگه تو منو از خدا پس گرفتی، منم تو رو از خدا پس میگیرم. شک نکن. حالا حاضر شو بریم. ویولت با بهت کنار کشید و گفت آراد بدون اینکه نگاش کنه خم شد. مانتویی که روی زمین افتاده بود رو برداشت. گرفت جلوی ویولت و گفت ناامیدی توی دین ما جزو بدترین گناهانه. یادت که نرفته. بپوش بریم. ویولت مانتو رو گرفت. بدنش هنوزم داشت میلرزید. انتظار هر برخوردی رو از آراد داشت جز این. فکر میکرد الان تا 2 روز باید اشکای آراد رو پاک کنه. اما این قدرت توی آراد، این امید چیزی جز ایمان قویش هم میتونست باشه؟ دلش لرزید. چرا که نه؟ اون باید از خدا طلب میکرد و راه رو پیش میرفت تا آخر. اگه خدا میخواست توی این دنیا میموند. اگه هم نمیخواست خب نخواسته بود. به صلاح نبوده. پس باید میرفت. لبخند نشست کنج لبش. آرادم با قلب مچاله لبخند زد و گفت تو ماشین منتظرتم. دیگه نایستاد جواب ویولت رو بشنوه. به سرعت از خونه خارج شد. داشت فرو میپاشید، اما دلش به اون بالایی خوش بود. حالا وقتش بود که جوابش رو بده و بهش ایمان داشت. دکتر با اخم به ویولت توپید. دختر، تو اصلا گذاشتی حرف کامل از دهن من در بیاد که پا شدی رفتی؟ شماره و آدرسم که تو پرونده ثبت نشده بود. من چطور باید خبرت میکردم بیای بقیهش رو بشنوی؟ رفتی نشستی تو خونه زانوی غم بغل کردی تا بمیری؟ ویولت و آراد با تعجب به دکتر خیره مونده بودن و آراد با ملایمت اما جدیت گفت دکتر باز توپید. تو شوهرشی؟ بله. امشب با کمربند بگیر سیاه و کبودش کن. نوع حرف زدن دکتر توی قلب آراد چراغ امید رو روشن کرد. 2 حالت داشت. یا میخواست بیمارش خودش رو نبازه یا اینکه واقعا چیز جدی نبود. آراد با همه وجودش از خدا خواست که مورد دوم درست باشه. دهن باز کرد و گفت جریان چیه دکتر؟ دکتر دستاشو به هم سابید. چپ چپ به ویولت نگاه کرد و گفت میتونم باهاتون تخصصی تر صحبت کنم؟ آخه اونطور که خانومتون اون روز برای من گفت هر دو تحصیل کرده هستین. آراد سرشو تکون داد و گفت حتما. میخوام هر چی که هست رو بدونم. ببین پسرم، توی مغز خانم شما یه تومور هست. شاید برات سوال ایجاد بشه که تومور چجوری شکل میگیره. ساده برات میگم. وقتی سلولای قدیمی و پیر مغز نابود میشن، سلولای جدید به جا شکل میگیره و این روند به شکل سالم ادامه پیدا میکنه. اما گاهی اوقات بدون اینکه سلولی از بین بره، سلولای جدید ایجاد میشه. نپرس چرا. چون پزشکی هم هنوز نتونسته ثابت کنه که چه دلیلی هست و چه اتفاقی میفته که این بلا سر یه نفر میاد. سلولا زیاد میشن و یه توده درست میکنن که ما بهش میگیم تومور اولیه. گاهن توده های سرطانی به بقیه جاهای بدنم نفوذ میکنن و باعث سرطان کبد و روده و سینه و غیره هم میشن. بهشون میگیم تومور مغزی متاستیک. اما این نوع توموری که تو مغز خانم شماست از اون نوع نیست. یه تومور مغزی اولیه است که خوشخیم و درجه 1. آخه تومورهای مغزی درجه بندی میشن. درجه 1 ها خوشخیمن و به بقیه جاهام سرایت نمی کنن. درجه 2 و 3 و 4 هر سه بدخیمن. اما 2 کمتر از 3 و 3 کمتر از 4 خطرناکن.
رشد سریعی دارن و ممکنه به بقیه بافتا هم سرایت کنن و آسیب بزنن. بگذریم. در هر صورت تومور خانم شما خدا رو شکر خوشقیمه. با یه جراحی نچندان ساده میشه اونو برداشت. اما یه چیز نباید از یادتون بره. تومور داخل مغزه و مغز حساس ترین جای بدن. هیچ قولی نمیشه در این مورد داد که آسیبی وارد نشه، اما احتمال کمی داره. توی بیمارستان آراد تیمی از بهترین پزشکا جمع شدن که اکثرشون بورد تخصصی آمریکا هستن. 5 پزشک که با هم این نوع عملا رو انجام میدن و تو کارشون بی‌نظیرن. سخت‌ترین عملای ایران رو اونا انجام دادن. براتون معرفی نامه‌ای می‌نویسم که برین سراغشون. خیلی زود باید اقدام کنین، چون تعلل کردن توی این عمل علائم دیگر رو ظاهر میکنه، مثل خطای حافظه و ضعف اعصاب و ضعف دست و پا و خیلی چیزای دیگه، و هر آن ممکنه درجه تومور بره بالاتر و خطرناکتر بشه. آراد نفس بریده گفت دکتر اگه لازمه من میتونم خانمم رو به هر کشور دیگه‌ای. دکتر سریع گفت عجله نکن جوون، اجازه بده این گروه منحصر به فرد ایرانی اول از همه خانومت رو معاینه کنن، ببین نظر اونا چیه، بعدش اگه صلاح دونستی میتونی این کار رو هم بکنی. آراد آب دهنش رو قورت داد. برگه معرفی نامه اورژانسی رو از دکتر گرفت و زیر بازوی ویولت رو که از شدت امید و همچنین ترس وا رفته بود گرفت و از جا کندش. نباید خودش رو میباخت. باید به ویولتش کمک میکرد که روی پا بایسته و هر دو به کمک هم این معضل و پشت سر بذارن. اولین شکرش رو به جا آورد. سرش رو بالا گرفت و توی دلش گفت خدایا شکرت که خوشخیمه، بقیه‌ش هم پای خودت. مطب دکتر جمشیدی حسابی شلوغ بود، اما به محض دیدن معرفی نامه ویولت و تماسی که خود دکتر ویولت با دکتر جمشیدی گرفته بود خیلی زود به حضور پذیرفتش. با روی خوش ازش استقبال کرد و با خنده سعی کرد کمی از حال و هوای بیماری دورش کنه. اما استرس ویولت و آراد چیزی نبود که به این راحتی‌ها از بین بره. دکتر بعد از چک کردن MRI و CT اسکن ویولت دستور یه نوع جدیدش رو همراه با تزریق هاش توی رگای خونی صادر کرد. مایع رنگی که باعث میشه بافتای مغز و به خصوص تومور دقیق تر دیده بشه. همه کارا با توجه به شرایط ویولت اورژانسی و به سرعت انجام میشد. همون روز MRI و CT اسکن جدید ویولت آماده شد و دکتر جمشیدی همراه با تیم مخصوصش توی همون بیمارستان خصوصی آراد عکس‌ها رو بررسی کردن و تصمیم به جراحی گرفتن. آراد بازم اصرار به خارج کردن ویولت داشت، اما دکتر جمشیدی خیلی راحت تونست قانعش کنه که بهترین پزشکان دنیا رو در اختیار داره و چیزی برای ویولت کم نمیذارن. آراد ترسیده بود از اینکه ویولتش بره و بر نگرده. از فکر اینکه لحظه ویولت رو کنارش نداشته باشه نابود میشد. خانواده ویولت خبردار شدن. خانواده آرادم اومدن. همه گریه میکردن و تشرای آرادم کارساز نبود. نمیخواست با اشکاشون روحیه نابود شده ویولت رو نابودتر کنن، اما کسی توجهی نمیکرد. آرسن زار میزد و حاضر به ملاقات با ویولت نبود. یاد شیواش افتاده بود و غم از دست دادنش. نمیخواست خواهر کوچولوش به این زودی پرپر بشه. آراد اما لبخند میزد. ویولت لباس بیمارستان به تن کرد و بستری شد. به جز مواقعی که وارد اتاقای پر از اشعه میشد، وقتای دیگه آراد از کنارش جم نمیخورد و اگه اجازه میداد جلوی اشعه ایکس هم میایستاد و براش مهم نبود. قضیه عکس و دسیسه و همه چی از یادشون رفته بود. حالا همه دستا بالا بود و دعا میکردن برای بهبود ویولت. توسکا و آرشاویر و تناز و احسان و آرتان و ترسا و نیما هم اومده بودن. همه درگیر مشکلات خودشون، اما غمزده برای مشکل دوستاشون اونجا بودن. همشون توی دلشون دعا میکردن. قرار بود هفته بعد ویولت عمل بشه، اما کل اون هفته رو باید توی بیمارستان میموند. شب که شد همه رفته بودن. فقط ویولت بود و آراد. دست آراد رو گرفت و به لبش چسبوند و گفت میدونستی من حسودم هستم؟ آراد تلخ خندید و گفت بله، چند مورد ناب ازتون دیدم تا حالا. ویولت هم خندید و گفت
اینقدر حسودم که میخوام مثل تو اتاق عمل و آیسیو رو تجربه کنم. از تو مغز تو لخت خون کشیدن بیرون، از مغز من آت و آشغال و سلول پکیده. آراد با اینکه سعی میکرد خودش رو کنترل کنه اما با صدای لرزونش گفت پس حسود بمون و مثل من سالم بیا از اون اتاق بیرون. سالم که میام، کار دارم حالا باهات، اما تصمیم دارم 1 سالی لالا کنم. تو 6 ماه خوابیدی، من میخوام تلافی کنم. داد آراد در اومد. بی خود، روانی، همون فردای عمل به هوش میای و بهم میخندی. فهمیدی؟ من 1 روز چشمای تو رو نبینم نابودم. ویولت با چشماش ناز کرد و گفت بذار دلت برام تنگ شه. آراد سر گذاشت روی دست ویولت و نالید. دوست داری هر شب یه دیوونه بیازار رو ببینی که میاد تو اتاقت، زار میزنه، التماس میکنه، زجه میزنه و بعد پشت در اتاقت از حال میره؟ دوست داری اون مرده متحرک رو هر لحظه ببینی؟ بعدت نمیاد تصورت از آرادت خراب بشه؟ یه آراد با یه عالمه ریش و موهای بلند و کثیف و نامرتب؟ آره، دوست داری؟ دوست داری کمر خم شدم و ببینی؟ دوست داری نابودیمو ببینی؟ با بغض آراد ویولت هم بغض کرد. چنگ زد توی موهای کوتاه آرادش و گفت من غلط بکنم، من بیجا بکنم عشقم، قول میدم، با همه وجودم و با همه توانم قول میدم زود به هوش بیام. اون خدایی که اون بالاست خودشم خوب میدونه دخترها خیلی جون سخت‌تر از پسرها هستن. من به خاطر تو، به خاطر عشق تو برمیگردم. آراد دیگه نتونست بمونه. بغض داشت نابودش میکرد و باید تخلیه میشد. از جاش بلند شد و به سرعت زد از اتاق بیرون. 1 هفته سپری شد. همه به ملاقات ویولت اومده بودن. البته به غیر از شب اول دوستاشون دیگه سر نزده بودن و ویولت هم اینقدر حالش خراب بود که متوجه غیبتشون نشده بود. اما آرسن پایه ثابت ملاقات‌های ویولت بود و هر بار سعی میکرد با خوشمزگیاش ویولت رو بخندونه. خیلی روی خودش کار کرده بود گریه نکنه و اشکاشو برای خلوت خودش نگه داشته بود. وارنا داشت از فرانسه همراه ماریا و بچه هاشون می اومد. ماریا از بیمارستان جم نمیخورد و فقط 1 شنبه ها برای دعا به کلیسا میرفت. الکس دائم در رفت آمد بود. هاش خانم توی خونش هر روز سفره و ختم داشت. آراگلم یا بیمارستان بود یا کمک مامانش. شب آخر همه جمع شده بودن. میدونستن ویولت ساعت 7 صبح به اتاق عمل میره و از شب قبل با 1000 زور بدبختی اونجا جمع شده بودن. شاید قرار بود دیگه ویولت رو نبینن. همین چشمای همشون رو خیس میکرد. ویولت سعی میکرد شاد باشه. میخواست اگر مرد همه قیافه خندونش رو به یاد داشته باشن. یاد حرف پیرزن اتاق بغلی افتاد. با دیدن ویولت، با دیدن خلوص و وسواسش توی نماز خوندن و احترامی که به مادر شوهر و بزرگتراش میذاشت و اینکه خودش رو موظف میدونست هر روز به اون زن پیر و تنها سر بزنه و از کمپوتای خودش و گلاش براش ببره، فهمیده بود یه فرشته مهربون روی تخت بیماری افتاده. لبخند زده بود و گفته بود گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است. میچیند آن گلی که به عالم نمونه است. هر گل که بیشتر به چمن میدهد صفا، گلچین روزگار امانش نمیدهد. ویوله لبخند زده بود. خودش رو گل نمونه نمیدونست، اما اون لحظه دلش لرزیده بود. دکتر آراد رو احضار کرد و آراد سریع توی اتاقش رفت. با دیدن 3 دکتری که اونجا مشغول نوشیدن قهوه بودن ترسید. چی میخواستن بهش بگن؟ با روی باز دعوتش کردن که کنارشون بشینه و براش قهوه ریختن. اینقدر توی نگاه آراد نگرانی بیداد میکرد که دل دکتر به حالش سوخت. دستی روی پاش زد و گفت خب جوون چطوری؟ لبخند آراد تلختر از زهر بود. به هم میاد خوب باشم؟ پاره تنم روی تخت بیمارستان افتاده و بغض به گلوش چنگ انداخت. دکتر سر شونش زد و گفت در این که تو عاشق و دیوونه زنتی شکی نیست. از این حالت و این که این چند وقت مثل پروانه دورش چرخیدی کاملا مشخص بود. ولت میکردم باهاش میخوابیدی روی تخت، از جفتتون MRI میگرفتیم. همه دکترها خندیدن و لبای آرادم به لبخند محوی باز شد. دکتر راست میگفت، همینم بود. اما جوون، چیزایی هم هست که شنیدنش برای تو از همه سخت‌تره، اما از همه هم محق‌تر هستی برای دونستنشون.
آراد رنگ باخت، اما امیدش سر جاش بود. زل زد به دهن دکتر. این عمل مستقیم روی مغز انجام میشه. در اینکه تومور مغز خانم شما خوشقیمه و به بافتای کناری آسیبی نزده هیچ شکی نیست، اما معلوم نیست که هنگام برداشتنش بازم به بافتای کناری آسیبی وارد نشه. عمل فوق حساسیه. بعد از عمل ممکنه هر اتفاقی بیفته. من وظیفه دارم همش رو برات بگم. احتمال فلج شدن نصف بدنش هست. احتمال کم شدن یا از دست رفتن بیناییش هست. احتمال از دست دادن حافظش هست. احتمال کم شدن هوشش هست و علاوه بر اون ممکنه مغزش بعد از برداشتن این زائده توش حفره ایجاد بشه که توی اون حفره به مرور زمان مایعی جمع میشه که کشنده است. پس ممکنه مجبور بشیم لوله‌ای داخل مغزش قرار بدیم که اون لوله مستقیم یا وارد قلب میشه یا شکم و مایع رو تخلیه میکنه که چه وارد قلب بشه و چه شکم اون قسمت باید بریده بشه و بخیه میخوره و جاش میمونه. اینا مهم نیست، اما تا مدت‌ها نمیتونه باردار بشه. شاید 10 سال دیگه. بعدش هم باید زیر نظر جراحش باشه. برای جلوگیری از متورم شدن مغزش هم باید کورتون مصرف کنه هر شب و الا دچار درد میشه. البته اینایی که دارم برات میگم همش احتماله. شاید هم هیچ اتفاقی براش نیفته و خانومت مثل روز اولش بشه. دست و پای آراد میلرزید. به تب صداش هم میلرزید. قلبش دیگه از لرزش گذشته و داشت میترکید. آقای دکتر، هیچ کدوم اینا برام مهم نیست. فقط زنده بیاد بیرون. هر سه لبخند زدن و دکتر دیگه‌ای که مسن‌تر بود گفت ما همه سعیمون رو میکنیم پسرم. اصولا این عمل همیشه با موفقیت همراه بوده، اما باید خواست خدا رو هم در نظر داشته باشی. آراد توی دلش گفت شما همتون وسیله این. خواست خدا مقدم به همه شماست. دکتر جمشیدی بازم گفت و یه چیز دیگه. آراد نالید. دیگه چیه؟ موهای خانومت باید همش تراشیده بشه. گفتم شاید دوست داشته باشی خودت این کارو بکنی. اگه هم دلت نمیاد که فردا تیم جراحی قبل از عمل آمادش میکنن. آراد سرشو بین دستاش فشرد. دیگه طاقت نیاورد و اشک از چشماش ریخت. این همه عذاب برای ویولتش زیاد بود. خیلی زیاد. یادش اومد به حرفای ویولت بعد از اینکه خودش به هوش اومده بود. عین این حرفا رو دکتر به ویولت هم زده بود. ویولت چه عذابی کشیده بود. الان میفهمید ویولت چی کشیده. دکترها که این حالتها رو زیاد دیده بودن با ناراحتی به هم خیره شدن و دکتر جمشیدی سعی کرد با شوخی آراد و آروم کنه. پسر، این همه بلا بهت گفتم ممکنه سرش بیاد، گفتی مهم نیست. برای 4 تا دونه مو داری گریه میکنی؟ پاشو خجالت بکش. در میاد همش دوباره. آراد از جاش بلند شد و بی توجه به طنز دکتر گفت میشه به هم یه قیچی و یه تیغ بدین؟ دکتر آی کشید و گفت برو پیشش میگم برات بیارن. آراد سری به نشونه تشکر تکون داد و با قدمای ناموزون و شونه های افتاده از اتاق رفت بیرون. دیگه کم مونده برات شعرم بخونم ویولت. ویولت با اون لباس صورتی بیمارستان حسابی معصومتر از همیشه جلوه میکرد. 4 زانو پشت به آراد روی تخت نشسته بود. آرادم پشت سرش 4 زانو نشسته بود و با دل خون داشت موهاشو میبافت. ویولت سعی کرد شاد باشه. آراد، خیلی وقت بود موهامو نبافته بودی. و آراد خودشو لعنت کرد که چرا موهاشو نبافته. موهای بلندشو که خیلی وقت بود به خواست آراد کوتاه نکرده بود. لخت اما حالت دار. قهوه‌ای تیره در تضاد با آبی چشماش. کار باف تموم شد. از پشت ویولت رو کشید توی بغلش و روی سرش رو بوسید. به خواست آراد تنهاشون گذاشته بودن که این شب آخر رو با هم تنها باشن. ویولت تکیه داد به آراد و گفت چه خوب شد که گفتی همه برن. من و تو تنهایی. شاید شب آخر. آراد سری در دهنش رو گرفت. ویولت هم نامردی نکرد و دستش رو گاز گرفت. داد آراد بلند شد و هر دو خندیدن. چه خنده های تلخی. ویولت آه کشید و چرخید رو به آراد. میای بازی؟ آره خانومم. چه بازی؟ نون ببر کباب بیار. آراد خندید و دستاش رو به رو گرفت جلوی ویولت و ویولت هم با ذوق دستاش رو گذاشت زیر دست آراد. نامردی نمی کرد و محکم می کوبید روی دستش.
آراد ولی چیزی از درد نمیفهمید. مگه میشد با اون همه درد بزرگی که توی قلبش بود ضربه های کمجون دستای کوچیک ویولتش باعث آزارش بشه؟ ویولت کوبید کف دست خودش و سوخت. مجبور شد دستاشو بذاره روی دست آراد. شیش چشمی مراقب بود کی آراد دستشو عقب میکشه که اونم دستشو بدزده و آراد بسوزه. اینقدر بامزه خیره شده بود که آراد دلش به جای دستاش کباب شد. دست ویولت رو گرفت توی دستش و برد نزدیک لبش. یک باره و چند باره و 1000 باره دستای ویولت رو غرق بوسه کرد و ویولت از خود بی خود خودش رو پرت کرد توی آغوش آراد. آراد محکم دستاشو دور کمر ویولت حلقه کرد و گفت قول دادی دیگه نه؟ ویولت میدونست منظور آراد به برگشتنشه. مصمم گفت قول. یادت باشه که نباشی یکی اینجا بیچاره میشه. چونه ویولت لرزید و گفت یادمه. چونش تو دست آراد مشت شد و صدای خشنش کنار گوشش بلند شد. قول دادی دیگه، گریت برای چیه؟ اینو چرا میلرزونی؟ کم قلبم داره میلرزه؟ آراد یه قولی به هم میدی؟ اگه این فیلم ها میخوای قول بگیری که بعد از تو تارک دنیا نشم و زن بگیرم و بچه دار بشم و فراموشت کنم، بهتر خودتو خسته نکنی و بخوابی عزیزم. آراد و کوفت، تو منو اینجوری شناختی؟ خب نمیخوام تنم تو گور. دست آراد آروم جلو رفت و زد توی دهنش. دردش گرفت، اما خودش هم خوب میدونست که آراد محکم نزده. بعدم بی‌طاقت کشیدش توی بغلش و سر و صورتش رو غرق بوسه کرد. ویولت به گریه افتاد و گفت فقط میخواستم بگم مرجان دختر خوبیه. چشماش تو رو یاد من میندازه. آراد دراز کشید روی تخت و ویولت رو خوابون کنار خودش و محکم بغلش کرد. بدون اینکه عصبانی بشه کنار گوشش گفت این تن منو میبینی؟ چه تو باشی چه نباشی مال توه. دست هر زنی بهش بخوره رو قطع میکنم. باید دیگه تا الان فهمیده باشی. ولی من خودم یه بار دیدم داشتی به چشمای مرجان نگاه میکردی. اون روزم که کتک خورده بود خیلی خوب یادمه که نگرانش بودی. از چشمات فهمیدم تو هم دوست داری بدونی چی به روزش اومده. آراد خندش گرفت. کمر ویولت رو فشرد و گفت قرار بود به هم شک نکنیم که ور پریده. شک نکردم، اما فهمیدم با دیدن اون یاد من میافتی. غیر از اینه؟ فقط یه بار. بعدش فهمیدم چه اشتباهی کردم. ویولت من تو دنیا یه دونه است. من عاشق شخصیتت شدم ویولت. اینو که دیگه خوب میدونی. شیطنت تو رو هیچکی نداره. خب به مرجان میگم ماشینتو پنچر کنه. ویولت بخواب حرف نزن عزیزم. آراد چه خبر از رامین؟ خیلی وقت ازش خبر ندارم. وقتی دیدم یه کلاس بازیگری زده و مشغول و سرشم گرم کارش و کاری به من و تو نداره دیگه بیخیالش شدم. چه خوب که به راه راست هدایت شد. شایدم راه راست به سمتش کج شد. ویولت خندید و با ناز گفت آراد جان دل آراد قول ندادی یا؟ بخواب ویولت. آراد اذیت نکن. آراد کفری صداشو یکم بالا برد و گفت خانومم اگه شما طوریتون بشه شک نکن همچی سرمو میکوبم توی دیوار که مغزم بپاشه بیرون. حالا دیگه بس کن بگیر بخواب. قلب ویولت انگار خنک شد. درسته که دوست نداشت آرادش تنها بمونه، اما خودخواه هم بود. دوست نداشت آراد قبول کنه. عشق ابدی آرادو میخواست. به لطف خدا امیدوار بود. انشاءالله که خودش زنده میومد بیرون و بازم آراد مال خودش بود و بس.